این جانوران زبانی گویا ندارند، اما از نگاه محزون و امدادطلبانه آنها میتوان درد و رنجشان را احساس کرد. این تصویر از سگ و گربه‌های خیابانی است که در یک چرابینی در دوشنبه نمایش داده شدند. یک گروه از فعالان جامعه با این اقدام از ساکنان خواستند به این جانوران کمک رسانند. ما در یک جایگی با گروهی آوازخوانان گروهی بست همکاری نموده و با واسطه فیسبوک ما پهن کردیم درباره این جشنواره و بسیاری ها آمدن بلیط ها رو خریدن و امروز خیلی دید یک وقت خوب گذراندن و باز به حیوان ها یاری رساندن. تشبثکاران این چرابینی میگویند افزایش جانوران خیابانی و مناسبت بد ساکنان با آنها سبب شد که بار دیگر به این مسئله توجه نمایند. آنها میخواهند رحم و شفقت انسانها را نسبت به این جانوران بیدار کنند. بیشتر مردم ما نسبت حیوان ها نه آنقدر دلسوزانه، یعنی دلسوز میباشند نسبت حیوان ها، یعنی آنها نه آنقدر دوستداری حیوان ها میباشند و این به چی میآورد؟ به آن میآورد که بیشتر سگ ها بپرست میگردند و در کوچه ها میگردند و آدمان را میگزند، یعنی آنها بپرست میمونند. فعالان جمعیتی از آن نگرانند که در بسیار حالتها محض انسانها سببگاری به حالت بد دچار شدن جانوران میگردند. فکر میکنم اگر سگ‌های خیابانی را داشته در جایهای مخصوص نگاه دارند، آنها برای آدمان هم بی‌خوف میشدند. روزها میگویند که سگان از زندگی بد گزنده میشوند. در تاجیکستان معمولا سگ‌های خیابانی را میکشند، ولی بعد مراجعت ساکنان محو سگ‌های خیابانی سال 2017 در دوشنبه منع شد. حالا جانوران را دستگیر میکنند و به پناهگاه‌های موقتی میبرند. در کشورهای غربی برای نگهبین و نگهداری جانوران خیلی اهمیت جدی میدهند. دوام چند ماهی که در تاجیکستان هستم، اهمیت دادم در کوچه ها سگان و گربه های بی‌صاحب زیاد است. از این چاره‌بینی خیلی خوشم آمد که با این راه آدمان میخواهند به آنها کمک کنند. تشبثکاران تصمیم دارند مبلغی به دست آمده را برای بهتر کردن وضع جانوران استفاده برند. آنها هدف دارند برای سگ و گربه های خیابانی در شهر قرارگاه دائمی بنیاد کنند.